استاد از شاگردانش پرسید: به فکر شما انسان را چی زیبا میکند؟ هر یک جواب دادند و یکی گفت: چشمانی بزرگ و قدی بلند. دومی گفت: پوستی سفید. در این وقت استاد دو کاسه را نزد شاگردانش گذاشته گفت: این دو کاسه را نگاه کنید. کاسه اول از طلا ساخته شده، داخلش زهر است، و دومی از گل ساخته شده، داخلش آبی گوارا است. شما از کدام کاسه می نوشید؟ جواب دادند: کاسه گلی. استاد گفت: وقتی داخلی کاسه را نظر کرده دیگر ظاهرشان به اهمیت شد. پس انسان هم مانند کاسه است. آن چیزی که آدمی را زیبا می کند اخلاق حمیده اش است، نه صفت ظاهری اش. دوستان عزیز، اگر این نوار برای شما پسند آمده باشد پس حتما فراموش نکنید که به کانال ما ابونه شوید تا که از نوارهای نو و فایده‌مند با خبر باشید.